دوستان سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من 2 سال پیش که کنکور دادم یه ویدیو تو پیجم گذاشتم از تحلیل استاد مهدی یحیوی که خیلیاتون استقبال کردید و ازم خواستید تجربه‌های دیگه هم به شما عزیزان انتقال بدم. سعی میکنم تو یه سری ویدیو برای شماهایی که قرار سالهای آینده هم درگیر کنکور باشید این ویدیو بمونه و به شما کمک کنه. تو این ویدیو هم میریم برای تحلیل استاد نوکنده، مخلص شما. خب اول میپردازم به نقاط قوت ایشون و بعد نقاط ضعف و بعد هم یه نتیجه گیری کلی از استاد نوکنده خدمت شما عزیزان عرض میکنم. اول از همه نقاط قوت. باید بگم که استاد نوکنده یه استاد بسیار دوست داشتنی هستن. من وقتی کلاسای ایشونو میدیدم با اشتیاق فراوان و ذوق فراوان بدون خسته شدن کلاسو میدیدم. چرا؟ چون خود استاد نوکنده آدم بسیار باحال، آدم بسیار خوب، آدم بسیار دانا و پر از دانشه و شما از حرف زدن استاد نوکنده امکان نداره خسته بشی. انقدر زیباست شیوه بیانشون و حرف زدنشون فوق العاده است و من میگم علاوه بر کنکور به شما درس زندگی های بسیار زیبایی هم میدن. برای من اینجوریه که بعد 2 سال که از کنکورم گذشته همچنان یه سری حرفای استاد نوکنده به ذهنم میاد و تو زندگی خیلی برام ارزش داره و خیلی کمکم میکنه. پس باید بگم که خود استاد نوکنده خیلی آدم باحالیه و قطعا اگه شما با ایشون کلاس داشته باشید در طول کنکورتون خیلی کمکتون میکنه، خیلی زیاد، از لحاظ ذهنی و از لحاظ روحی، چون خیلی استاد باحالیه. این یکی از نقاط قوتشونه که اخلاقیات خیلی باحاله. نقطه قوت دیگه ایشون سرعت حل تستاست. استاد نوکنده انقدر با شما تلاش میکنه و سعی میکنه که سوالا رو تو سریع ترین روش ممکن حل کنید، چه روش هایی که میگن و چه نوع حل کردنشون، چون خودشون به سرعت حل میکنن. نمیگن فلانی بزن تو ماشین حساب جواب آخر رو بده، فلان کن، اصلا ماشین حساب استفاده نمیکنن. همه حلا رو خودشون حل میکنن، بیشترین ضرب و بیشترین تقسیما همه رو خودشون با روش هایی که میگن واقعا هم کاربرد داره حل میکنن. من خودم دوره کنکورم با اینکه استاد اصلی من استاد نوکنده نبودن و خود من استاد یحیوی رو میدیدم، ولی همون چندین جلسه‌ای که از استاد نوکنده دیدم سر کنکور خیلی به من کمک کرد، چون این دیدگاه حل سریع سوالا رو من میده. حالا خودشون صفرا رو اصلا نمیبینن تو سوالا، یه سری روشایی که دارن باید خودتون برید کلاسشو ببینید، اما این سرعت حل تستاش واقعا به درد بچه‌هایی که دنبال زدن بالای 70-80% هستن خیلی به درد میخوره. پس این شد نقطه قوت دوم استاد نوکنده. اگه بخوام تو نقاط قوت استاد نوکنده 2 تا فصل رو اشاره کنم که استاد نوکنده خیلی خوب درس میدن، اولیش فصل فشار و دومیش فصل دم و گرماه. این 2 فصلیه که به نظر من روش‌های استاد نوکنده جواب میده و روش‌های خوبیه، البته در کنار حل کتاب تستا. خب دوستان، اگه بخوام از نقاط ضعف استاد نوکنده من اشاره کنم، اولینو بگم استاد نوکنده واقعا لحاظ اخلاقی و لحاظ کم فروشی اینا واقعا ندارن و هر چی در توانشون باشه به دانش آموز خودشون میگن و از اون لحاظ واقعا استاد خوبی هن. هر آنچه که در توانشون هست میگن و کامل وقت میذارن. اما اگه من بخوام از نظر خودم نقطه ضعفی رو بگم، یه سری روش هایی که استاد نوکنده میگن برای حل یه سری از فصل ها و سوال ها شاید نیاز نیست، یعنی دیگه تو کنکور امروزی از اون سوالا نمیاد، چون روش ها برای سوال های راحته و این سوالای راحت در کنکور خیلی کم شده. مثالش فصل‌های الکتریسیته ساکن و اون فصل‌های 11 که یه سری روش‌هایی میگن که شاید خیلی سریع باشه ولی راه حل کتابیش حتی میشه گفت مفهومی‌تر و خیلی برای دانش آموز بهتره، چون میفته قشنگ براش جا میفته. اما اون روشی که استاد نوکنده میگن خیلی، حالا بچه‌ای که دیدن میدونن دیگه، بحث خونه قلی و اینا که روشایی که میگم شاید اگه دقیقاً همون سوال بیاد خیلی سریع حل کنید، ولی تو کنکور امروزی دیگه اون تیپ سوال نمیاد و نیازی نداره وقت دانش آموز با یاد دادن اون درس ها در واقع گذشته بشه، اون نکات تستی وقت دانش آموز گرفته بشه.
البته که من 2 سال از کنکورم گذشته، نمیدونم هنوز دارن اینو تدریس میکنن یا نه، ولی اونطور که میدونم تو 7 سال اخیر همیشه اینو میگفتن تو بحث الکتریسیته ساکن، که به نظر من خیلی درست نیست. کلا یه سری از نکات تستی که روش‌های خارج از کتاب درسیه و کلا روش‌های خارج از تیپ عادیه میگن، بعضیاش خیلی خوبه ولی بعضیاش هم واقعا وقتگیر و نیازی نیست دانش آموز به اونو بدونه، چون از چارچوب مفهومی بودن خارج میشه. نقاط ضعف دیگه‌ای به یادم نمیاد. سعی میکنم تو نتیجه گیری کلی هر آنچه که شما لازم است بشنوید رو بگم. بچه اگه بخوام یه نتیجه گیری کلی برای شما انجام بدم، برای کسایی که درسشون خوبه، یعنی 10 درس خوندن، 11 درس خوندن و درسشون اوکیه، مثلا فیزیک تست زدن، بلدن تست زدن و درسشون یعنی خوبه دیگه، جزء رتبه اول دوم سومای کلاسشونن. استاد نوکنده برای اونا خیلی خوبه. یعنی چون شما باهوشید، چون شما درس خوندید، شما رو اگه سطحتون 40-50، نمیگم درصد، سطحتون 40-50، شما رو میتونه تا 100 برسونه. ولی اگه دانش آموزی هستید که تازه میخواد درس بخونه یا خیلی کم درس خونه، در حد مثلا 14-15 امتحان نهایی بوده، میخواد سال 12 فیزیک رو شروع کنه، من پیشنهاد نمیکنم استاد نوکنده رو برای اون دسته از افراد. نمیگم موفق نمیشی یا شاید تو بیای موفق بشی، ولی به نظر من برای بچه‌ای که سطح درسیش صفره، با استاد نوکنده نمیتونه خیلی پیشرفت کنه، چون استاد نوکنده از یه جایی به بعد کلاساش کاملا سوالاش سطح بالاه و درس دادنشون هم برای بچه‌هایی که میفهمن و سطحشون بالاه. در صورتی که من تو ویدیو قبلی که حتما برید ببینید برای استاد یحیوی بود، گفتم که برای بچه‌هایی که سطحشون صفره استاد یحیوی عالیه، چون من دیدم تو بچهای کلاسمون بود کسی که واقعا فیزیک بلد نبود، با یحیوی تونسته بود خیلی مفهومی بیاد بالا و درس رو یاد بگیره و حتی کنکورش هم درصد خوبی داشته باشه. پس نتیجه گیری کلی همچین چیزی شد که اگه درستون خوبه، استاد نوکنده برای شما استاد عالیه و میتونید باش نتیجه بگیرید. میتونید. پس فردا نگید نتیجه نگرفتیم تقصیر ما بندازید. ولی میگم میتونید بر اساس تجربه‌ای که داشتم. ولی اگه درستون ضعیفه، به نظر من سمت استاد نوکنده نرید بهتره. و اینکه تو جنبندی هم باز من میگم استاد نوکنده واقعا استاد خوش اخلاقیه. خیلی خوشحال شدم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونم. اگه دوست دارید براتون از تجربیاتم بگم، حالا من تو این چنل میخوام هر آن چیزی که از علمم و اون تجربیاتم دارم، حالا چه تو بحث کنکور، چه تو بحث دانشگاه و هر اتفاق دیگه‌ای، با شما در میون بذارم. اگه دوست دارید راجع به نهایی‌ها صحبت کنم، چون نهایی از سال کنکور من بود که رفت رون درصدی شدن و سخت شدن و من خودم همه نهایی‌مو بالا شدم. اگه دوست دارید کمکتون کنم، حتما ما رو سابسکرایب کنید و توی کامنت ها هم بنویسید برام. مخلصم. ان شاءالله که بهترین کنکور که امکان داره بدید رو میدید و نگران نباشید. مخلصم.